سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به ویدیوی امروز قرار راجع به گربه ها با هم دیگه تو ماینکرافت صحبت کنیم و یک سری رازهای پنهان و پشت پرده گربه ها رو میخوام براتون اشباع کنم. البته اگه شما از ماینکرافت پلیرهای قدیمی باشید قطعا یک سری از این رازها رو بلدید و براتون اتفاق افتاده. بدون هیچ معطلی یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و یه صاحب مشتی هم منو بکنید، اون زنگولش هم بزنید و حالا بریم سراغ ویدیو. گربه ها در 3 نقطه مختلف اسپان میشن: ویلیج ها، جنگل ها و تو برکه ها. برکه منظور این بایومه. اونایی که تو ویلیج اسپان میشن رنگ های مختلفی دارن که الان دارید مشاهده میکنید. اونایی هم که تو جنگل اسپان میشن به فارسی بهشون میگیم گربه های وحشی یا بهش گربه های جنگلی هم میگن. و اما آخرین دسته گربه ها برمیگرده به گربه هایی که توی خونه ویچ ها هستن. بله، همون گربه سیاه ها که اینا با بقیه گربه فرق دارن. روی پنجره نشستند و اگه نزدیکشون بشی فرار نمیکنن. خیلی راحت میتونی اونا رو رام کنی، بهشون ماهی میدی و اینا رام میشن. حالا نمیدونم داستان چیه ولی خیلی‌ها میگن برمیگرده به داستان سیندرلا که اگه دقت کنید شخصیت شیطانی یه گربه سیاه داشت. کریپرها از گربه ها میترسن. وقتی شما میخواین برید بخوابید، اگه گربه شما دنبال شما بیاد و رو زمین نشسته نباشه، میاد رو پای شما میخوابه و وقتی صبح میشه این آیتم ها احتمالشون هست که یک کدومشون رو براتون دراپ کنه. گربه ها بعضی مواقع به شکل اتومات میان روی چست ها، فرنیس ها و حتی روی تختتون میشینن. ولی خب بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که اگه بیان رو چستتون بشینن شما دیگه نمیتونید چستتون رو باز کنید چون گربه‌تون روشه. میدونستید اگه گربه پیشتون باشه آره درسته، وقتی شب باشه و گربه پیشتون باشه فانتوما تا میان بهتون حمله کنن تا گربه رو میبینن فرار میکنن. ما توی بازی 11 نوع گربه داریم که یکی دو تا از اینا برمیگردن به یک سری از خواص خاص. مثلا این گربه‌ای که رنگ چشمش فرق داره برمیگرده به این گربه که تو واقعیت وجود داره و این یکی گربه یکی از کارکنان مجانگه. جالب شد نه؟ اگه گربه‌تون نشسته باشه روی زمین خب دیگه مسلما همراهتون نمیاد و اگه از 12 بلاک دورتر بشید و نشسته نباشه روی زمین بهتون تلپورت میکنه. بچه‌ها این یکی رو عمرن اگه میدونستید گربه های سفید یه قلاده دور گردنشون دارن که مثل گرگ ها میتونید رنگش رو عوض کنید. این خیلی جالبه، منم نمیدونستم. نه تنها این بلکه شما میتونید همین دیگه چیز دیگه ای نبود، میخواستم بگم نیم تگ هم میتونید روش بذارید ولی خب اینو دیگه قطعا میدونست. بچه‌ها این یکی هم عمرن اگه میدونستید گربه ها به خرگوش ها حمله میکنن. نه تنها خرگوش ها بلکه به لاک پشت های بچه هم حمله میکنن و اونا رو میکشن. خیلی بده که گربه ها لاک پشت های کوچولی مظلوم میکشن، خیلی ناراحت شدم. گربه ها اصلا فال دمیج ندارن. توی بدراک اگه ماه کامل باشه گربه سیاه احتمالش وجود داره که توی ویلیجتون اسپان بشه. بله، اگه شما تا حالا به این دقت نکردید که ماه شما هلال داره الان دیگه میدونید. این هم یک نکته جالب. گربه های وحشی یا جنگلی علاوه بر این که خرگوش ها و لاک پشت ها رو میکشن بلکه مرغ ها رو هم میکشن. خب بچه‌ها این هم نکات مهم راجع به گربه ها که احتمال خیلی زیاد بعضیاشون رو نمیدونستید، مخصوصا رو اونایی که خیلی تاکید کردم نمیدونید. اگه اونایی که تاکید کردم نمیدونید رو میدونستید حتما تو کامنت ها اعلام حضور کنید. شما دیگه رسما گاد ماینکرافتید. و تا ویدیوهای دیگه میبینمتون و فعلا خدافظ.